کتاب سفر روح نوشته مایکل نیوتن با صدای مسیح سال‌افزون. بخش آخر، نتیجه گیری. اطلاعات ارائه شده در این کتاب پیرامون بقای روح پس از مرگ نشانگر با معنی ترین تفسیر و توجیه است که من در تمام عمر خود درباره علل وجودی بشر یافته‌ام. تمام سالهایی که در راه جستجو و کشف علت غایی زندگی صرف کردم به زحمت مرا برای آن لحظه حساس آماده کرد که یک سوژه هیپنوتیزم در حالت خواب مصنوعی دری را به سوی جهان جاویدان به رویم گشود. قدیمی ترین دوست من اکنون یک کشیش کاتولیک است. در دورانی که 2 پسر بچه بودیم و با هم روی تپه‌ها و کنار سواحل لس آنجلس قدم می‌زدیم، با یکدیگر بحث و گفتگوهای فلسفی فراوانی داشتیم. اما اعتقادات معنوی ما فرسنگ‌ها با هم فاصله داشت. روزی به من گفت: من فکر می‌کنم برای تو شجاعت بسیاری لازم است که بتوانی یک خدا نشناس باشی و به هیچ چیز ورای این زندگی اعتقاد نداشته باشی. در آن روزها و همچنین تا سالها پس از آن من موضوع را به این شکل نمی دیدم. از سن 5 سالگی به بعد والدینم مرا به مدت طولانی به شبانه روزی هایی که شبیه مدارس نظامی اداره می شد می فرستادند. احساس مطرود بودن و تنهایی چنان در من قوت گرفت که به هیچ قدرتی بالاتر از خودم معتقد نبودم. اکنون می‌فهمم که قدرت تحمل آن وضع به شکل ماهرانه و پنهانی که قادر به دیدن و تشخیص آن نبودم به من داده شده است. من و دوستم هنوز درباره معنویت نگرش‌های مختلفی داریم. لیکن هر دوی ما عمیقاً ایمان داریم که نظم و هدف نهایی این آفرینش از یک شعور و آگاهی والاتری سرچشمه می‌گیرد. وقتی به گذشته زندگی خود نگاه می‌کنم، به نظرم می‌رسد این امر تصادفی نبوده است که مردم نهایتاً برای خواب مصنوعی که آن را به عنوان وسیله قابل اعتمادی برای کشف حقیقت قبول دارم، به من مراجعه کرده و درباره راهنماها، دروازه‌های بهشتی، گروه‌ها و کلاس‌های درسی در عالم دیگر و چگونگی خلقت برایم صحبت کنند. حتی اکنون گاهی احساس می‌کنم که مانند بیگانه متجاوزی در خلوت ذهن آنانی که دنیای روحی و جایگاه خود را شرح می‌دهند وارد شده‌ام، اما دانش آنهاست که راه را به من نشان داده است. هنوز برای من حیرت انگیز است که چرا باید پیغام آور و مبشر آگاهی‌های معنوی مطرح شده در این کتاب باشم. حال آنکه فرد دیگری با شک و تردید و بدگمانی کمتر یقیناً برای این منظور مناسبتر از من بود. البته در واقع کسانی که ضمن گزارشات و سرگذشت‌های این کتاب معرفی می‌شوند، مبشران واقعی امید به آینده هستند، نه کسی که آنها را روایت و بازگو می‌کنند. هرچه درباره این که ما کیستیم و از کجا آمده‌ایم آموخته‌ام، مدیون کسانی است که به طلب کمک به سوی من کشیده شده اند. آنان به من آموختند که یکی از جنبه‌های مهم مأموریت ما در کره خاکی این است که علی‌رغم جدا ماندن از اصل، مسکن و مأوای واقعی خود بتوانیم اینجا را تحمل کنیم. روح هنگامی که در قالب بدن انسان است، اصولاً تنهاست. تحمل غربت و تنهایی نسبی روح روی کره خاکی در دوران موقت زندگی جسمی به خصوص وقتی دشوارتر می شود که به علت دید محدود ضمیر آگاه خود تصور کند بعد از این زندگی هیچ چیز وجود ندارد. شک و تردیدهای ما وسوسه امان می کند که فقط به دنبال دستاویزها و وابستگی‌هایی در دنیای اطراف خود بگردیم که می توانیم آنها را ببینیم. یافته‌ها و کشفیات علمی نمایانگر ناچیزی کره زمین مانند ذره ماسه‌ای در حاشیه یک ساحل عظیم کهکشان و در برابر دریای عظیم کائنات می باشد و این احساس پوچی و بی اهمیتی ما را 100 چندان می کند.
چرا هیچ موجود دیگری روی کره خاکی نگران زندگی پس از مرگ نیست؟ آیا فقط به این دلیل است که ما به جهت خودخواهی و غرور مفرط ننگ داریم از اینکه زندگی را امری موقت و گذرا بپنداریم؟ یا به خاطر آن است که موجودیت ما به یک نیروی والاتری بستگی دارد؟ برخی مردم میگویند هر نوع برداشتی درباره جهان باقی و آخرت تنها خوشخیالی می باشد. من نیز همینطور فکر می کردم. به هر حال این طرز فکر که ما به طور اتفاقی و تصادفی خلق نشده ایم بر منطقی استوار است. همین منطق حاکی از آن است که ما در داخل یک سیستم جهانی قرار داریم که تبدیل و دگرگونی وجود و خودیت ما را به سوی مقصد و هدف معینی رهبری می کند. من اعتقاد دارم این صدای روح ماست که می گوید ما هویت و شخصیتی داریم که قرار نیست بمیرد و نابود شود. تمامی اطلاعات مربوط به زندگی پس از مرگ که ضمن سرگذشت‌ها و گزارشات سوژه‌ها شرح داده شده و در بایگانی من موجود است، فاقد هر گونه اساس علمی برای اثبات گفته‌های این اشخاص می باشد. برای آن دسته از خوانندگانی که مطالب این کتاب را بیش از حد بی سابقه و ندیده و نشنیده می یابند، تنها یک امید دارم. اگر شما پس از خواندن این کتاب هیچ چیز عایدتان نشده باشد، بجز این اندیشه که ممکن است هویت جاودانه‌ای داشته باشید که ارزش جستجو کردن و یافتن دارد، در آن صورت من توفیق بزرگی به دست آورده‌ام. یکی از دشوارترین نگرانی‌های تمام اشخاصی که می‌خواهند به چیز مافوق خودشان اعتقاد پیدا کنند، تفکر درباره علت و منشأ این همه بدی و ناروایی در جهان است. نخستین مثالی که در این مورد مطرح می شود، موضوع شیطان یا اعمال شیطانی است. وقتی من از اشخاص تحت هیپنوتیزم سوال می کنم که چگونه خداوند رحمان و رحیم رنج و درد بندگان خود را روا می دارد، با کمال شگفتی می بینم که در پاسخهای آنها تفاوتهای بسیار اندکی وجود دارد. همه سوژه ها می گویند خالقی که روح ما را به وجود آورده است، آرامش کامل را از قصد دور از دسترس قرار داده تا ما برای رسیدن به آن بیشتر بکوشیم. ما از خطا می آموزیم. فقدان خصایل پسندیده خلل و شکاف‌هایی را که در طبیعت ما موجود است برملا می سازد. اموری که ناخوشایند تلقی می کنیم برای امتحان ماست. در غیر این صورت ما هیچ گونه انگیزه‌ای برای بهبود اوضاع جهان اطراف خود نمی داشتیم و هیچ معیاری برای سنجش و اندازه‌گیری میزان پیشرفت و موفقیت در اختیار ما نمی بود. وقتی از سوژه هایم می پرسم که چرا معلمین روحی آنها گاهی کارهایی از خود بروز می دهند که ما به عنوان رحم و شفقت می شناسیم و گاهی هم اعمالی می کنند که ما به خشم و غضب تعبیر می نماییم، آنها جواب می دهند که خالق ما را به منظور خاصی با انواع صفتها روبرو می کند. برای مثال، اگر ما بدی را تظاهر عدالت و خوبی را نشانه رحم و مروت تلقی کنیم، چنانچه خداوند فقط همیشه ما را با اعمال شفقت آمیز مردم روبرو می کرد، هیچ وقت مفهوم واقعی عدالت را کاملا درک نمی کردیم. مطالب این کتاب نشانگر نظم و خردی است که از سطوح مختلف انرژی روحی سرچشمه می گیرد. پیام مشخص و قابل توجهی که به خصوص در کلام سوژه‌های پیشرفته وجود دارد، این است که احتمالاً روح برتر حاکم بر دنیای ما در سطحی پایین‌تر از کمال مطلق قرار دارد و به این ترتیب خطاناپذیری مطلق به منبع الهی والاتری منحصر می شود. در اثر بررسی‌های خود به این باور رسیدم که ما در دنیای دور از کمال و جامعیت زندگی می‌کنیم که عمدن به این شکل طراحی شده است. زمین فقط یکی از عوالم و دنیاهای بیشماری است که روی آن موجودات ذی شعوری زندگی می‌کنند و هر یک از این دنیاها نواقصی دارند که نهایتاً باید با یکدیگر هماهنگ شوند.
از تصمیم و گسترش این اندیشه نتیجه میگیریم که ممکن است کره زمین یکی از کیهانهای تک‌بعدی بیشماری باشد که هر کدام به نحوی با خبرگی خاص خالق خود اداره می شوند. به عبارت دیگر، چنان که در این کتاب دیدیم، روح‌ها در سطوح مختلف پیشرفت هستند. خالق‌ها نیز سطوح متفاوت خود را دارند. در زیر سقف این معبد، خدایان موجود الهی سرزمین ما نیز چه مؤنث، چه مذکر و چه شیء قلمرو خود را به شیوه خاص مورد نظر خود اداره می کنند. روح‌هایی که به سیاره‌های دیگر کهکشان ما می روند، زاده روح برتری هستند که در اثر تلاش و کوشش بر خرد والاتری دست یافتند. آیا در این صورت امکان دارد که به وجود آورنده برتری داشته باشیم که همان خدای مطلق است؟ این اندیشه که خدای ما به مانند خود ما در حال تحول و تکامل است، چیزی از اعتبار و اهمیت آن منبع نهایی کمال که خدای ما هم از آن ناشی می شود نمی کاهد. به عقیده من، قدرت اداره و حاکمیت مطلق خداوند کماکان دست نخورده باقی خواهد ماند، حتی اگر اجازه دهد که اجزا و شاخه‌های تکامل نیافته او فرصت بلوغ، تکامل و پختگی به دست آورند. این خدایان کوچکتر حتی مجاز هستند که دنیاهای ناقص خود را خلق کنند و از آنها به عنوان وسیله نیل به تکامل و پیوستن به خدای اول و آخر و یا خدای مطلق استفاده نمایند. جنبه‌های دخالت و تاثیرگذاری خدا در این جهان باید به عنوان یک واقعیت تغییر ناپذیر باقی بماند. اگر خدای ما بهترین خدا نیست، زیرا از درد و رنج به عنوان وسیله برای آموزش استفاده می کند، ما باید همین وضعیت را به منزله بهترین امکانی که در اختیار ماست بپذیریم و همچنان بر این باور استوار باشیم که در هر حال وجودمان یک هدیه الهی و آسمانی است. یقیناً آسان نیست که این طرز فکر را مثلا به کسی که جسماً در رنج و عذاب می باشد و یا بیماری لاعلاجی دارد بفهمانیم. درد در زندگی به خصوص از این نظر زیان‌آور است که می تواند قدرت شفابخشی و خوددرمانی روح ما را فلج کند. به ویژه اگر نپذیرفته باشیم که هرچه بر سر ما می آید در واقع یک امتحان از پیش طراحی شده است. با این حال در طول حیات سرنوشت کارمای ما چنان طراحی شده است که هیچ امتحان آزمایشی خارج از قدرت و تحمل ما برایمان پیش نمی آید. در یک معبد وات در کوهستان‌های شمالی تایلند یک معلم بودایی روزی یک حقیقت ساده را به من یادآوری کرد. او گفت حیات به عنوان یک وسیله بیان و اظهار وجود به ما هدیه شده است و به ما فقط چیزهایی را یاد می دهد که هنگام گوش کردن به ندای قلب خود در جستجوی آن باشیم. عالی ترین جلوه این اظهار وجود مهربانی و مهرورزی به دیگران است. روح ما ممکن است از جایگاه همیشگی خود به جاهای دوردست سفر کند، لیکن ما فقط مسافران گردشگر نیستیم. ما در زندگی خود مسئولیت تحول و دگرگونی و رسیدن به مراحل بالاتر آگاهی برای خود و دیگران را به دوش داریم. بنابراین این سفر ما در حقیقت یک سلوک دست جمعی است. ما موجودات الهی و لیکن به کمال نرسیده‌ای هستیم که در دو جهان مادی و معنوی وجود داریم. این سرنوشت ماست که بین این دو جهان از طریق فضا و زمان رفت و برگشت کنیم و ضمن آن بیاموزیم که چگونه بر نفس خود مسلط شده و چطور بر دانش و آگاهی خود بیفزاییم. ما باید به این فرایند با صبوری اعتماد و اعتقاد داشته باشیم. اغلب ما مادام که در قالب جسم هستیم هیچگاه به کنه جوهر وجودیمان پی نخواهیم برد. اما خود واقعی ما هرگز نابود نمی شود و همیشه در ارتباط با دو جهان باقی می مانیم. برخی از سوژه های پیشرفته من ذکر کرده اند که در جهان روح و عالم باطن جنبش فزاینده‌ای برای دگرگون کردن قواعد بازی در زمین وجود دارد.
این اشخاص میگویند هنگامی که در فرهنگ‌های کهن‌تری زندگی می‌کرده‌اند، روح آنها درباره خودیت و زندگی بین زندگی‌ها فراموشی و ناآگاهی کمتری داشته است. به نظر می‌رسد که در چند هزار سال اخیر سدها و موانع بیشتری بر خاطرات جاودانی و فناناپذیر ما در سطح خودآگاهی ایجاد شده است. این امر یکی از عواملی می باشد که به از دست رفتن اعتماد ما نسبت به ظرفیت تعالی و پیشرفت و بازگشت به صورت والاتر خود دامن زده است. امروزه کره زمین مملو از افرادی است که در مورد معنای واقعی زندگی احساس ناامیدی و پوچی می کنند. فقدان ارتباط با جنبه جاودانی و مرگ ناپذیری روح خود همراه با فراوانی مواد مخدر شیمیایی یا روانگردان و انفجار جمعیت در ذهن ما طوفانی به پا کرده است. به من گفته شده است تعداد بسیاری از ارواح که در قرنهای اخیر حلول بیشتری به روی زمین داشته‌اند، هنگامی که امکانش را داشته باشند به سوی فضاهایی که فشار روانی کمتری ایجاد می‌کنند روی می‌آورند. مکانهای نورانی، بیدار و درخشانی وجود دارد که در آنها بیخبری و فراموشی کاهش می‌یابد و ما بدون احساس غربت و دورماندگی از جهان ارواح می‌توانیم به موجودیت خود ادامه دهیم. به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به هزاره بعدی، استادانی که سرنوشت زمین را رقم می‌زنند مشغولند تغییرات و دگرگونی‌هایی به وجود آورند تا ما بهتر بتوانیم در زندگی خود درباره اینکه کیستیم و برای چه به اینجا آمده‌ایم درک و آگاهی بیشتری به دست آوریم. شاید ارضا کننده ترین جنبه کار من که پرده برداری از وجود یک جهان معنوی از ذهن سوژه هایم بوده، اثر مطلوب این دانش آگاهانه بر خود آنها بوده است. مهمترین فایده آگاهی بر این که خانه‌ای با مهر و محبت جاودانه در انتظارمان می باشد این است که ذهن ما را پذیرای قبول نیروی معنوی بالاتری می کند. آگاهی بر این نکته که ما به جای دیگری تعلق داریم اطمینان خاطر و آرامش خاصی به ما ارزانی می دارد و این آرامش تنها به صورت فراغت از تضاد و پراکندگی نیست، بلکه سبب ایجاد وحدتی بین ما و یک شعور جهانی می گردد. همه ما روزی این سفر دور و دراز را به پایان خواهیم رساند و همگی ما به یک حالت غایی و نهایی شناخت و روشنایی خواهیم رسید. جایی که در آن همه چیز امکان پذیر است. پایان کتاب سفر روح.